الله تعالی ذاتی هست که اختیار در دست اوست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. و پروردگار تو هر چیزی که خواست می آفرد. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. اختیار در دست بنده ها نیست. و الله سبحانه و تعالی از بین ماه مبارک رمضان را اختیار کرده بهترین ماه‌ها گردانید و از بین روزها روز جمعه را انتخاب کرد و از بین شبها شب قدر را انتخاب کرد. از بین 10 شبها دهه آخر ماه مبارک رمضان را، از روزها دهه اول روزهای ذوالحجه را و از مخلوقهای انسان را. ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسانیت را احترام کردیم. و حملناهم فی البر والبحر، ما آن را در زمین و در بحر بالا برداشتیم، در خشکی و در تری بالا برداشتیم. در بالای کشتی سوار میشن، در بالای اسب سوار میشن، در بالای هواپیما سوار میشن. ما برداشتیم آنها را و از بین آنها مؤمنی آنها را انتخاب کرد و از بین مؤمنها پیغمبرها و از بین پیغمبرها رسولها و از بین پیغمبرها و رسولها سیدی پیغمبرها و رسولها حضرت محمد علیه السلام را انتخاب کرد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار. و پروردگار تو هر چیزی که خواست می آفرد و از بین آنها اختیار میکند. و الله سبحانه و تعالی این شب قدر را بهترین شبها قرار داده است. بنابراین ما وظیفه دار هستیم و هر یک شخص عاقل باید این شبها را غنیمت داند که 7 شب دیگر باقی ماند. در حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمده است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صعید المنبر فقال آمین آمین آمین. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار به بالای منبر برآمدن و گفتند که آمین آمین آمین. معنای آمین یعنی استجب، اجابت کن اجابت کن اجابت کن. فقالوا یا رسول الله علی ما امنت. یا رسول الله شما به کدام دعا آمین گفتید؟ مقصد آمین اساسا بعد دعا گفته میشد. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. ای الله ما را به راه راست هدایت کن، به اون راهی که به پیغمبرها، شهدا، علما، صدیقین، نیکوکارا، صالحین دادی، انعام کردی، تحفه کردی. ما را به اون راه هدایت کن، نه برای آنهایی که علم دادی و عمل ندادی مانند یهود و علمایی که به آنها مانند است علم دارند و عمل نمیکنند. به اونها ما را به راه اونها هدایت نکن. ولا ضالین، و نه برای گمراهانی که بدون علم عمل میکنند، علم ندارند عمل میکنند. ما رو به این دو راه هدایت نکن. اینجا دعا شد، طلب شد، بعد آمین یعنی دعای ما رو اجابت کن. لیکن اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم عجیب بود که به بالای منبر برآمدن و 3 مرتبه آمین گفتن بدون دعا. بعد صحابه ها تعجب کردن، گفتن که علام امنت یا رسول الله، شما به چی آمین گفتید؟ قال اتانی جبریل، و نزد من جبریل آمد. فقال یا محمد رغم انف امرئ ذکرت عنده فلم يصلي علیک. ای محمد بینی خود را به خاک مالد، یعنی خار و ذلیل شود آن آدمی که نامی تو در نزد او ذکر می شود ولی به تو صلوات نمی فرستاند صلی الله علیه و سلم، یا اقلا علیه الصلاة و السلام، یا به تاجیکی سلام و درود به ایشان. یعنی این آدم بینیش به خاک مالد، خار و زال شود. این دلالت به شرف پیامبر صلی الله علیه و سلم میکند که وقتی که نامشان که ذکر شد باید صلوات به ایشان، درود و سلام به ایشان فرستانیده شود. فقل آمین فقلت آمین. یعنی جبریل آمده است وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به بالای منبر برآمدن، آمده گفته است که ای محمد صلی الله علیه و سلم بینی خود را به خاک مالد آن آدمی که نامی تو ذکر میشود و به تو صلوات نمیفرستاند. بگو آمین. گفتم آمین. یعنی دو کس دعا کردن، هم سیدی فرشته ها و هم سیدی بشریت و سیدی رسول ها و انبیا حضرت محمد علیه السلام در حق آن آدمی که نام پیامبر صلی الله علیه و سلم را میشنود و صلوات نمیگوید. چی باشد جای آنهایی که این پیغمبر بزرگوار را تحقیر میکنند، حقارت میکنند، دشنام میدهند، وای بر حالشان. خب
ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. ثانیه جبریل مراتبه دویم دعا کرد، بینی خود را به خاک مالد، خوار و ذلیل شود آن آدمی که ماه رمضان می درآید، یعنی او زنده است و ماه رمضان سپری میشد به آخر میرسد و او زنده است و گناه او بخشیده نمیشد. یعنی وای بر حال آن آدمی که در ماه مبارک رمضان زنده هست و بعد سپری شدن رمضان گناهش بخشیده نمیشد. یعنی این ماهی که به اندک عمل انسان سزاوار رحمت الله تعالی، سزاوار مغفرت میشد. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث ها فراوان در صحیح بخاری. کسی که ماه رمضان روزه دارد تمامی گناهاش بخشیده میشه. کسی شبهای رمضان نماز خواند گناهاش بخشیده میشه. مخصوصا باز در دهه آخر کسی شبهای قدر، شب قدر اگر نماز گذارد گناهاش بخشیده میشد. یعنی این قدر آسانی و این قدر شرایط وسیع برای سزاوار شدن به مغفرت الله و وجود همین اگر گناهش بخشیده نشود این آدم بینیشه به خاک مالد. این وعید است و این هوشیار میکند ما و شما را که این 7 روزه که 7 شبه که باقی ماند برادرای عزیز غنیمت دانیم و بسیار التجا ناله کنیم تا اینکه الله تعالی گناه ما را مغفرت کند و نگرداند از جمله محرومین. محروم آن کسی که از شب قدر محروم است، نگرداند از جمله کسانی که ماه رمضان سپری میشد و گناه او بخشیده نمیشود و جبریل دعا کردند و محمد صلی الله علیه وسلم آمین گفتند نشود که از جمله چنین کسان باشیم. آمین یا رب العالمین. بعد از آن ثم قال رغم انف امرئ ادرک ابویه او احدهما فلم یدخلاه الجنه، بینی خود را به خاک مالد آن آدمی که پدر و مادرش یا یکی آنها در نزد او پیران سال شدیند و او را به جنت وارد نکردیند. یعنی پدر و مادر یک آدم در نزد او به سن کلان سالی رسیده است، به سن پیران سالی رسیده است و سببی وارد شدن جنت همین آدم نشده است، این آدم هم بینیشه به خاک مالد. خواه زن است خواه مرد است، بینی خود را به خاک مالد آن آدمی که پدر و مادرش را دریافت کرده است در سن پیران سالی و به جنت ندر آمده. اگر پدر و مادر پیران سال شود کمتر یعنی اخلاقش نازکتر می شود، غالبا در اکثر احوال به قول مردم عامه اینجقتر می شود، به هر یک میده کلان اعتراض بیان می کند، خواطر می شود، بیمار می شود مقصد. لیکن در این وقت راضی کردنش هم آسان است. همین طعام دهید یا چای دراز کنیدم خرسند می شد، یا چیزی نازک چیزی کم دیدم خرسند می شد، یک معامله نیک کنیدم خرسند می شد. یعنی که به رازگیش مشرف شدن خیلی آسان است. اگر بگذار رفت و یگان سخنی ناجا گفتم کمتر صبر میکنید و خلاصه اذیت نمیدهید و به رازگیش مشرف میشید. وقتی که راضی شد دعا کی کرد این سببی وارد شدنی جنتی شما میشد. لیکن اگر کدام آدمی که پدر و مادرش به سن پیران سالگی رود و اگر پدر و مادرش سببی به جنت در آمدن همین آدم نشود این آدم هم بینیشه به خاک مالد، یعنی خوار و ذلیل شود. بگو آمین. گفتم آمین. این حدیث در سنن ترمذی هست با سند صحیح و امام بخاری هم در کتاب ادب المفرد ذکر کردند و شیخ البانی هم گفتند که حدیث حسن و صحیح، حدیث حسن و صحیح است. خلاصه این حدیث خیلی ما را هوشیار میکند که الحمدلله که امروز که ما با فرصت داریم، حالی 7 شب دیگر داریم، باید این شبها را غنیمت دانیم و با عبادت سپری کنیم.